که بازیچه هایی که های مثلا اگر کودکا خودشون با دستشون سازن مثلا از همین رسمانو از لای از همین مثلا متاها اگر خودشون ساخته بازی کنن و باکی ندارد. برای همین عایشه رضی الله عنها چی میگوید، یعنی وقتی که بازی میکردم رسول الله صلی الله علیه و آله اومده گفت که من بازیچه های من دیده، گفت که این چی؟ گفت اینا نگرید نمیدونید این چی. عایشه رضی الله عنها گفت که اینها دخترهای من. یعنی وای یکون برای عایشه و یا چه دخترچه یعنی، لیکن وای برای رسول صلی الله علیه و آله تعیین این چی این خودشه. فهمیدید؟ یعنی کودک خودش تصور میکرد که این چیه، یعنی یک مثلا چیز میگیره داره نه برای کودک چه حساب میکرد نه مثل اسب حساب میکرد، یعنی این هیچ گپ نه، خیلی بود که هیچ گپ نه. اما وانوای چیزهایی که میفروشن مثل این خیلی لعبه ها بازیچه هایی که مثل یعنی باربی میگن که کوکلا باربی همین خیلی چیزایی که اعوذ بالله وای بینید آدم زنده میگید، یعنی هم زنده میگید اگر بینید وای چیزا وای حقیقی وای چیز صنم وطن وای چیز که برای این چیزهایی که این خونه همین چیزهایی که خونه بگر همین چیزها وجود داشته باشد و خونه به چه فرشته ها نمی درآید، فرشته ها این خونه ها چه دور میشد، یعنی هم به این خیلی چیزهای خریدن ممکن نه. این خیلی چیزهای خونه های این چیز باید که شود تازه شود. لباساش چی؟ هم لباسای کودک بیانه، اما لباسای کودک هم مثلا یعنی صورت هایی که باشد اگر جای ممتحنه، جایی که مثلا تگی پو مثلا تورش مثلا نسکشنده پای افضالشان مثلا ایزار کودکانه باشد که دائم همین تگی پو افلاس نمیگرد و هیچ گاه باکی ندارد. فهمید؟ باکی ندارد هیچ چیز. برای که صورت ممتحنه میگن فقها چه باکی ندارد این چیز میشه. نه. اگر گفتن که مادرشون نماز میخوندن 5 وقت نماز میخوندن مثلا که معلومه نه که هم به وقتی نماز بخوای